حضرت مولوی روم در مثنوی شریف یک قصه آورده است با نام قصه نصح معروف است. درباره همین نصح قصه میکنه که نصح چی کس است. از اسرائیلیات یک روایت آورده است که او نصح میگه نام یک شخص است. همین توبه را به همین شرط ها کرد، از همین خاطر این توبه با نام توبه نصح معروف و مشهور گشت. حضرت میفرماید بود شخص پیش از این نامش نصح، بود زیدلاکی زن او را فتوح، روی او بودی چرخساری زنان، مردی خود را همه کرد او نهان. یک مرد میگه زمانهای پیش در قوم بنی اسرائیل زندگی میکرد، نامش نصح بود و کسبش مساجisتی بود است، دلاکی. از بس که روش مثل روی زنا بود است، یعنی که ریش نداشته است، مو نداشته است در روش، مردیش پنهان میکرد و در یک حمام زنکا کار درآمده بود، زنا را مساج میکرد است، مساجیست زنکا. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود، سالها میکرد دلاکی و کس بو نبرد از سیر رمزی آن هوس. از بس که بسیار حیله‌گر بود، مکار بود، صداش هم مثل صدای زن میکرد است، هیچ که خبر نشد. زمانهای پیش مردم قدر بی شرم و بی حیا نبودند. زنها وقتی که در حمام زنها بازی میکردند یا مردها در حمام عمومی، مردها البته که سطرشون را رعایت میکردند، سطر غلیظه خودشون را آشکار نمیکردند، آنچنانه که امروز این شرمندگی را میبینید. توبه ها میکرد، پا در میکشید، نفس کافر توبه او میدرید. مؤمن با توبه میکرد از گناهاش، به خدا رجوع میکرد که خدایا گناهامو ببخش، نگاهم بدار که دست به همین کار حرام نزنم. میگفت دیگه بس میکنم کارا. اما این نفس کافر، این نفس اماره میگذاره، نفس اماره. باز شیطان وسوسهش میکرد، باز میل رغبتش بیدار میشد، باز میرفت دست به همون کار حرام میزد. یک برادر پیش ما سیر شفاش کرد، گفت همین فیلم های فاحشگی که نشان میتن در تلویزیون، بعضی کانال های مخصوص بوده از همین فیلم های حرام نشون میداد است. توبه میکنم، میگم نمازخانه توبه میکنم، رجوع میکنم، بازگشت همون کانال میکشم، نابود میکنم، باز میگه شیطان وسوسه میکنه، بعضا همون کانال باز از سر نوگریان میکنم. گفتیم اون توبه طولی نصح نشیده است ای برادر، پس معلوم میشه که خدای تعالی این توبه تر نپذیرفته است. خداوند اگر توبه تو پذیرونه دیگر رجوع نمیکنی به این حرام، زیرا این هم زینای چشم است، هم زینای آلات است، زینای جوارح بدنت است، کار حرام است و زیانش در اهل بیت هم میرسه. زیرا که پسر داری، دختر داری، یک روز نه یک روز اونا رو هم تماشا میکنن همون فیلم ها را، شاید که همین باعثی دست به زنا و حرام زدن همون تفلکای تو بگردن، در اون صورت گناهکار اساسی تو هستی. این مرد توبه میکرد، میگه اما باز وسوسه شیطانی نمیگذاشتش، باز توبهش هم دریده دست به همین کار حرام میزد. رفت پیش عارف آن زشتکار، گفت ما را در دعای یاد آر. یک عارف بود از یک شخصی بزرگ در همون شهر زندگی میکرده است، شخصی خداترس، خداجو، عالم، نزدی همون میروه، میگه حضرت گاه در دعاهات مرم یاد کن، در حق مرم دعا کن که در یک بلا و ورطه گرفتار هستم، زوری خودم نرسیده است، شاید به شرافت دعای تو خداوند مرا از همین کار باز بداره. سیر او دانست آن آزاد مرد، لیک چون حلم خدا پیدا نکرد. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند، هر کی را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. حضرت مولوی میگه که او شخص از سیرش با خبر شد، میفهمید، دانست که همی چی گناه داره، مرتکب چی گناه است، اما ایزاش نداد، در روش نکشید. سست خندید و بگفت ای بدنهاد، زانچی دانی ایزیدت توبه دهاد. یک تبسم کرد، یک نوش خنده کرد. سست خندید به معنای ای خنده را سست شد نیست،
عارفا و بزرگای خدا ای خنده را سست نمیشوند. یک خنده سست دکه کرد، یعنی یک تبسمه کرد. اما کاری را که پیغمبر دائم میکرد، گفت برادر خدای تعالی خودش ترا توبه بده که من ترا توبه دادت نمیتونم ای گناه. زانچیدانی ازید توبه دیهات. تو خودت میدونی که مرتکب چی گناه هستی، خداوند خودش ترا توبه بده. آن دعا از 7 آسمان درگذشت، کاری آن مسکین به آخر نگشت. دعای شیخ مستجاب شد. اندران حمام پر میکرد تشت، گوهر از دختر شه یاوه گشت. گوهر از حلقه های گوش او یاوه گشت. هر زنی در جستجو. قدرت خدای تعالی یه روز در همون حمام کار میکرد، مساجisتی میکرد. دختری پادشاه امروز حمام اومده بود است، گوشوارش از گوشش میافته، یک مهره، یک بریلیانت همون گوشوار که به نهایت قیمت گران دارد از همون گوشوار میپره، جدا میشود، دیگه گم میشود. در خانه یک چیز گم میکنی، چند روز میکوبی بعد پیداش میکنی. در یک حمام کلون جایی که آب میرود، جایی که آبراه است، چیز پیدا کردنش آسانه. پس در حمام را بستند سخت، تا بجویند اولش در پیچ رخت. پس بجید جستن گرفتند از گزاف، در دهان و گوش و اندر هر شکاف. امر شد که در حمام محکم کنه که هیچ که نبرویم. اول حمام خود شکافتن، بعد هر یک شخص جدا جدا فریاد کردن تا پتای بنی رو تا دهن و تمام سوراخی ها را ایلا کفتکوب شروع کردن. آدم سوراخی زیاد داره، خاصتا زنک. بانگ آمد تا همه عریان شوید، هر کی هستید گر عجوز و گر نوید. امر شد گفت همه لباساش بکشه. گفتیم که در حمام ها مردم اونقدر شرمنده ای نبودن که لب لچی برهنه غسل کنن، البته هم عورت های خودشون هم میپوشوندن. امر شد که همه لچی برهنه شود، تا اینکه در زیر یگان مثلا همون اولتش در زیر یگان خوب عورت پوشش، همون لطهی که با او عورتش میپوشونه پنهانش نکرده باشد. آن نصح از ترس شد در خلوت، روی زرد لب کبود از خشیت. پیش چشم خیش او میدید مرگ، رفت میلرزید او مانند برگ. وقتی امر شد که همه لباسا را بکشه، تلخی نصح کفید. خانه سوخته دیگه در ترس هراس غلطید که احوال من چی میشده باشه. خب لباساش که بکشد مردش ظاهر میشود، قورش میکنن. اگه مردن یک طرف، در پوستش که جا میکنن. این یک شرمندگی، یک اهانت میشود در حق اهل بیتش. بیچاره دیگه برادراش، فرزنداش در یک معرکه نمیتونن که سرشون بردارن. چقدر شرمندگی، چقدر فضاحت. از همین خاطر رنگ روش پر که بیچاره یک گوشهک درفت. بعد زاره و التجا در اومد. در این لحظه فقط یک فریاد رس داریم خدا. ها وقتی که مشکلی در گرفتار شدیم بعد خداگو میشیم. وقتی که یک بلا به سر ما اومد بعد خداگو و خداجو میشیم. مردی واقعی کسی را میگن که پیش از همون بلا اومدن خداگو باشه. گفت یا رب بارها برگشتم، توبه ها و عهدها بشکستم. کرده ام آنچه که از من میسزید، تا چنین سیل سیاه هم در رسید. گفت پروردگارا تو خودت میدونی که من از همین گناه چندین بار توبه کردم، اما این شیطان ملعون وسوسه‌ام کرد، باز نتونستم که نفس ما باز بدارم و کار حرام در دست زدم، زیرا من ناقص هستم، زیرا من انسان هستم. ای خدا آن کن که از تو میسزد، که زهر سوراخ ما را میگزد. ای خدای بزرگ گفت همتی تو بلند است، تو پروردگار لکبخش هستی، تو غفور هستی، تو ستار سترپوش هستی. گناه ما بپوشان، آشکارم نکن. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زی هر نوع کردنی. اگر همین بار گفت گناه ما ببخشی، همین دم گفت اگر ستر ما رعایت کنی، شرمندم نکنی، دیگر توبه کردم صدقاً، هرگز دیگر رجوع به این کار حرام نمیکنم، به همین بس توبه. ای خدا و ای خدا چندان بگفت،
کاندر و دیوار با او گشت جفت. در میان یارب و یارب بدو، بانگ آمد از میان جستجو، جمله را جستیم پیش و ای نصح. خدا می گفت زاره می کرد، سر در سجده گذاشتگی بود، اما در همین حالت یک صدای شنید. اما سرداری کفتکو کننده ها، سرداری بگیم گروه محافظای دختری پادشاه امر کرد، گفت همه را کفت مکه، کمپیره که نصح نوبتی تشیده، جوان مرگ بکش اکل لباسات بیو نوبتی تشید. جمله را جستیم پیش و ای نصح، گشت بهش آن زمان پرید روح. وقتی این سخن شنید تلخش کفید، هشش را غلطیده، دست دل دیگه از حیاتش سوخت. جان به حق پیوست چون بهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. مرده 100 ساله بیرون شد زیگور، دیو ملعون شد به خوبی رشک خور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوبی خشک اشکوفه کرده نغز شد. وقتی میگه از ترس هوشش رفت، رحمت خدا در جوش اومد. دریای رحمت خدا وقتی که در غلغله به افته، دنیا را میبینی که شکوفان میگرده، زمین خشک میبینی که علف و گیاه میرویه، درخت خشک میبینی که میوه میکنه، دیو زشت ملعون میبینی که فرشته آسا میشوه، مرده 100 ساله در گب میدرویه. همه این رحمت پروردگاره. اما برای آن که اون رحمت خدا در جوش بیایه، لااقل ما باید گریه کنیم، میفهمه، توبه کنیم، صدقاً توبه کنیم. تو نگیرید طفل کی جوشد لبن، تو نگیرید ابر کی خندد چمن. اگر طفل گریه نکنه به یاد همون مادرش نمیزنه که گشنه شده است به سینه‌اش بتو. کودک گریه کرد به اون چشمی از سینه‌اش بتو. تو وقتی ابر گریه نکنه چمن از کجا میخنده، زراعت از کجا میشوه. تو نگیرید کودک حلوا فروش، بحری بخشایش کجا آید به جوش. یک بیچاره که میبینی گریه و ناله داره، در مصیبت و مشکلی غلطیده است، بعد بحری بخشایش در جوش میآید، در دل ترحم پیدا میشه و به مبروری اسمش میتی. ببینی همون جوان نمی اومد، اگر درد رنج نمیگفت، در بیمارستان خواب نمیکرد، کمپیری مادرش به التماس و التجا اینجا نمی اومد، ایکجا برادرها جوان مردی میکردند و این چند صد دلاری که جمع شد بردیم در دستش دادیم، از کجا میافت؟ پس همین باید برای ما عبرت باشه. ای برادرو، باید توبه با آب دیده باشه، باید صدقی باشه. وقتی که بعد توبه کردیم خدای تعالی اون مشکلی ما را حل کرد، باید همون دائم در پیش نظر ما باشه که دیگر رجوع بازگشت به سوی او گناه نداشته باشیم، و الا قسم به خدا کذاب هستیم، روسیا هستیم. حضرت دملا قصه میکرد، دملای رحمتی، که یک مرد گفت، یک روز اومدن پیشم گفتن که در سکرات غلطی دست، چی دردش رسید است دیگه هوش نداره، بیا در بالای سرش یاسین بخون. رفتم میگه همون مرد چنان خدا میگه، آدمی که یگان بار نمازخونیش ندیدم، میگه شخصی که در 60 رفته است، ای 60 گذشته سین سالش صاحبی نبیره است، یگان بار مسجد آیش ندیدم، چنان خدا میگه، چنان التجا میکنه، در تعجب غلطیده میگه. بدگهر رودهاش در هم پیچیده بودیان، رودهاش به هم پیچیدیان، همه خدا گوشیده است. توبه میکنه، ای خدا اکی بدادم برس، ای خدا امداد کن. اما وقتی که با دردش گذشت، با خدای بزرگ شفاش بخشید، با مسجدم فراموش کرد، شاید نمازم فراموش کرده باشه، اکی نمیدونیم. او کسی را که نماز خونیش ندیده چه خیلی گوهی میتی. پس همین توبه، این گریه و امداد کذابی نیست، ریاکاری نیست. والله قسم به خدا، خداوند این طایفه مردم دوباره و سه باره با همون ورطه ها گرفتار میکنه، دیگه کسی به امدادش نمیرسه. از غضب خدا باید دائم ترس داشته باشیم، وعده ای که به خدا دادیم باید دیگه خلاف نکنیم. ناگهان
بانگ مقصد ناگاه بانگ آمد که رفت بیم، بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گمگشته آن در یتیم. از غیره و نعره و قرصک زدن پر شد حمام قد زال الحزن. نخست گفتن که یافتیمش، اما بریلیانت یافتیم. دیگه مردم هم خدر شاد شدن که داد و فیغان و تکبیر تمام مسجد فرا گرفت، زیرا بیچاره همه در ورطه گرفتار بودن. یک آدم دزدی میکنه 10 کس میبرن تای شتا میکشن، یک آدم یک جنایت میکنه 100 کس گمانبر هستن. تا زمانی که همو جنایتکار پیدا نشود بیچاره دائم در عذاب کشکش دن. همین بیچاره مردم، یعنی این زنایی که در داخل حمام بودن همه در حساب جنایتکار که داخل بودن، گمانبر بودن، از همین خاطر بسیار خرسان شدن. دیگه از شادی و از قرصک زنی تمام حمام به صدا در اومد. در حمام آوازی اندک و قدر صدا داره و وقتی برن عرب زنی چقدر گل درست میبرومده باشه، زیرا که حمام خودش یک اخو داره. کسایی در حمام صداشون بلند کردن میدونن. آن نصوحی رفته باز آمد به خویش، حیرتی او دم بدم میگشت بیش. می حلالی خواست از وی هر کسی، بوسه می دادند بر دستش بسه. بعد گمان بردیم ما را کن حلال، گوشتی تو خوردیم اندر قیل و قال. از صدا و فیغان مردم نصوح به خوش اومد، خوشش در سرش زد. اگه این دست و دل از حیات شست است، آماده به مرگ شدگی ای. وقتی چشموش باز کردید که مردم در بالای سرش جمع شدیان، یا تاش پوهاش مالید استای، یا تاش دستاش مالید استای، یا تاش دستاش بوسه کرده استای که گناه ما را ببخشه که کمپیرک در حقیقت گمانی بد بردیم. ترا همین کمپیرک بیچاره را امر کرده که بیا بکش عورت‌های غلیظه نشان بده، در همین سین سال برای ما عیب بود. از همین خاطر از بس که ما در حقت گمانی بد بردیم و ترا غیبت کردیم، گوشت ترا گویا خورده ایم، پس ما را بخیل کن، ما را ببخش. گفت بد فضل خدای دادگر، ورنه زانچم گفته شد هستم بتر. چی حلالی خاص می باید زمن، که منم مجرم تری اهل زمان. کمپیرکی نصیح گفت این فضل پروردگاری بزرگ لگبخش بود، من ایره ای خدای بزرگ خود میدونم، نباشه از گمان شما دا من بدترم. شما ایوان چی بحیلی طلب میکنه؟ من از گمان شما بدترم. شما گمان میکنه من دزدم، در صورت که یه روسیایی بدبخت هستم. اگر شما گناهی ما را بفهمه با هیچ وجه ای 100 جانم یک جانم رها نمیوبم. من همه دانم و آن ستاری من، جرمها و زشتی کرداری من. حق بدید آن جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. گفت من میدونم پروردگاری بزرگم که چقدر گناه مرتکب شدم، چقدر در گناه غرقه هستم. خدای بزرگ همه را میدونیست، پوشاند گناهی مرا تا شرمنده نشم، خجالت زده نشم. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. هزاران شکرانه ای خدای بزرگ گفت که در یک لحظه همه غم اندوه از من دور کردی. فقط این قدرت تو داری ای خدای بزرگ. نصح کار بس کرد، خانهش اومد، توبه کرد از دیگر. بعد از آن آمد کسی که از مرحمت، دختری سلطان ما میخواندد. دختری شاهت همه خواهد، بیا تا سر شوی کنون ای پارسا. چند مدت گذشت که ملازمای دختری پادشاه به سرش اومدن، گفتن کمپیرکی نصح دختری پادشاه ترا یاد کرده است، همون مساجای ترا یاد کرده ای. مساج مردینه همیشه در زن مردم مقبول است، همچنانه که برعکس است. دختری پادشاه میگه ای کمپیرک کجا شده است، بخیزه بیاید سر ما بشو مساج ممکنه. جز تو دلاک نمیخواهد دلش، تا بمالد یا بشوید با گیلش. ببینه این امتحانی پروردگار را تا کدام درجه ای شما ببینه. بعد که توبه کرد به او خلاص نشد، با وسوسه شیطانی را ببینه. اومدن که این دختر پادشاه دعوت داره که تو ندیم خاصش بشی، حمامدار و مساجیست خاصی دختر پادشاه بشی. دنیا انا خیلی لذت ها داره که مردم در کام خودش فرو میبره.
شیطان دنیا را انم خیلی لذت بخش در چشم آدم جلوگر میته. گفت رو دستی من بیکار شد، این نصوحی تو کنون بیمار شد. گفت برای نکه دیگه غمم نتین که من کسل شدگیم، این دستو ای کار موند است دیگه، من مساجیستی کردن نمیتونم. خیلی جوان مردو الحمدلله در همین دوری ما و شما هم بدست. یک برادر یک وظیفه بسیار بلندش پیشنهاد کرده، یک حوجی است برادری ما از رفیقمون است، نامش نمیگیرم. استادش میبینش این شخص متخصصی بسیار کلمبه در ساحه بانک ها، چند مدت شد کار نمیکنه، الحمدلله دو کرات حوجی ای. همون استادش که وظیفه بسیار بلند داره، سرداری کلان است، یه روز میبینش میگه این چی شکل صورت است؟ الحمدلله این شکل سیمای صالحا داره، ریشی زیبا داره، این چی شکل صورت های؟ پیش من بیو. میگه پیش من بیو کارت بتم. یک کاری بینی باید باز بلند براش وعده کردین، فقط میگن رشته میتروشی میای همون وظیفه را اجرا میکنی. پیش من اومد مصلحت پرسی که چیکار کنم، دیدمش کاستوم شیما کاستوم پوشیده است با گالستوک بسته به هموریش. پرسیدم تینجیای؟ گفت این همین خیلی کار بود، ای قبولگاه رئیسی کلان اومده استم، یا رئیس مقصد شخصی که ساحه های بانکی در رئیسی کلان، یعنی که در هم ساحه بانک کلان ای. گفت همین خیلی پیشنهاد چیکار کنم، چی مصلحت میتی؟ گفتم خوب فکر کن، اگر کارت حرام نباشه، یعنی که اگر بر رشوه و دیگر رو آمیخته نباشد، اگر فایده و منفعتت به مسلمانان برسه، من فتوات میتونم رشته بتروش برای کار کن. نه که اگر همین نباشه نکج برادر. گفت یگان ضرورت ندارم، الحمدلله زندگیم خوب رفته است، خدای تعالی رزق روزی من رسونده است. با او کاری حرام ای، او کار به رشوه نمیشه، او کار به ریبا و پرسین نمیشه. از همین خاطر همون کار قبول نکرد. مردم آماده هستن که برای گرفتن همون کار 40-50 هزار دلار رشوه بدن، همین مردک نگرفت اون کار. باور کنید قسم به خدا در پیشش آشکار نکردیم، اما خانه اومدم گریان شدم که اگر خدای تعالی شخصا خیلی برای در همین امتحان، در معرض همین امتحان قرار بده، آیا من مثل همین جوان مردی کردم میتونستم باشم یا نه؟ هر کدام باید که اندیشه کنیم، همین باید برای ما درس عبرت باشد. نصح هم امتحان خدا را ببینه، امتحانش کرد پروردگار، از امتحان سر بلند برومد. گفت دیگه دستای من از کار مونده است، برای نکه یگون مساجیستی دیگه بکوه که من پنسه شیدم که دیگه نمیتونم. با دل خود گفت که از حد رفت جرم، از دلی من کی رود این ترس و غرم. من بمردم یک ره باز آمدم، من چشیدم تلخی مرگ عدم. با خودش اندیشه کرد که ای نصوح هشت در سرت بگی، یک بار مرد خدا زندت کرد، ای شرمندگی و خجالت نجات داد. بعد از این محنت کی را باری دیگر، پا رود سوی خطا الا که خر. بعد این محنت، بعد این امتحان خداوند، مگر خر بود چنگ به همین کار میزنه و از راه هدایت پروردگار به راه می شود. گر سری هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. نصح شکرگزاری نعمت خدا کرد که پروردگارا همین صبر تحملم تو برای من دادی، تو بدی ای خدای بزرگ که همه قلف عناد از قلبم کشادی، تو مرا هدایت میکنی و از این گناه ها و از این بدبختی ها باز میداری و الا شاید که شیطان باز گمراه میکرد. از این خاطر اگر هر یک موی بدنم زبان برآورد و شبانه روزی شکرگزاری نعمتی ترا کند، از 1001 شکری ترا انجام دادن نمیتونم. میبینم که موضوع توبه را تا آخر رسوندن نمیتونیم، زیرا 5 دقیقه دیگر وقت مونده است. از پروکراتور ناحیوی یک خواهش درخواست به ما رسیده است، یک مجلسی هم در همین موضوع شده گذشته بود است. ما با کار مشغول بودیم، بم بدیم در مجلس شرکت کردن نتونستیم، اما رئیس محله های همین گرد نواحی الحال آورد اما درخواست به ما رسوند. در تمام مسجدایی را اعلان میکنن تا برای ما و شما یک هشدار باشه. هشدار
یک شخص به نام صادق جان سبحان علی که در محله زرفشان زندگی میکرده است، این فاسق بدگهری بدبخت باز قاری قرآن هم بده است. من نخواستم نامش بخوانم، اما گفتن که همون از بالا است امر که همین نام خونده شود تا مردم بفهمند. یک چند شاگرد داشته است و این کثافت ملعون دست به لیواتت به شبازی زده. این ثابت شده بود است، حکم سود هم علیه برآمدگی است. از همین خاطر گفتن که نامش اعلان کرده شود در مساجد تا اینکه تمام مردم بدانند. ببینید که چی یک داغ بزرگ در اسلام. ای کاش که همه حدود اسلامی رعایت میشدن. ای کاش که این بدگهر سگ بچه را در پیش چشم مسلمانان با بدترین عقوبت قتل میکردن تا برای دیگران نمونه عبرت میشه. زیرا این بدبخت شاید در همون ترمه هم دیگه اصلاح نشود. البته که سزای کارش میبینه این بدگهری ملعون. اما ای برادرای عزیز، ما و شما اهل مسجد، اهل قرآن باید چنان تازه باشیم، چنان آزاده باشیم که در ما یک داغ دیده نشود، کسی به ما سری موی اعراض گرفته نتونه. دائم در همین موضوع گپ میزنم که بچه‌ها یک مسئولیت بزرگ در دوش داریم. مسئولیت ما همین مسئولیت اسلامه. شما میدونه که لشکر شیطان برای گمراه ساختن مسلمانان چقدر کوشش میکنن، چقدر تردد میبینن، چقدر سعی تلاش به خرج میتن. خواه او شیطانای جینی باشن، خواه شیطانای انسی باشن، همه بر ضد اسلام مبارزه میبرن تا یک داغ در اسلام باشه. وقتی که ما و شما نفسی خودمون داشته نمیتونیم، وقتی که ما و شما از غضب پروردگاری بزرگ اندیشه نمیکنیم، ببینه آخرش چی میشه. خدا کنه که پروردگار این سگ بچه را به بدترین مجازات جزاش بده در همین دنیا تا اینکه برای دیگران نمونه عبرت باشه. هیچ کدام ما و شما باید در این مسئله بی‌طرف نباشیم بچه‌ها. ننگ اسلام داشته باشیم. همین شیشه ناموس ملت اسلامی باید در بغل هر کدام ما و شما باشه. کوشش کنیم که همون شیشه نه افته و نشکنه. ببینید یک سگ بچه یک ملعونی را کرده است، این قدر داغ در اسلام شد. مرتکب این گناه ها آدم زیاد می شود. اگر در جامعه نگاه کنیم این حیوانات لوطی و لواطتگرا بسیار هستند، اما ببینید وقتی که یک قاری کار میکنه چقدر عیب است، چقدر ننگ است، چقدر شرمندگی و خجالت است، در یک لحظه در همه جا پهن می شود. هر یکی ما و شما قبل از همه باید در عائله خود نمونه باشیم. در عائله خود، در نزد همقوم‌های خود باید ما و شما نمونه باشیم، نمونه عبرت باشیم که از ما عبرت بگیرن، بگن همین شخص نمازخوان است، اهل مسجد است، اهل قرآن است. رفتار و کردار این جوان مرد ببینه، دیگران را خوش رو بیاید تا باعث وسعت اسلام شود، تا باعث قوت یافتن اسلام شود. در ما و شما باید یگان عیب نباشه برادرها، نه در آداب و اخلاق مو، نه در گفتار و کردار مو. شخصی نمازخوان و اهل مسجد باید از دیگران فرق داشته باشه. من چندین بار گفتم قسم به خدا، همه عملدارهایی که نماز میخونن از عملدارهای بی نماز فرق دارن. آدابشو بهتر است، دیگر است. میلیتسیونرای نمازخوان از میلیتسیونرای بی نماز فرق دارن. تاجرای نمازخوان از بی نماز فرق دارن. همین ما و شما هم باید فرق داشته باشیم تا اینکه به سبب عمل نیک صالحای ما مردم دلگرم شوند و چنگ به اسلام بزنن، بگن این نماز اینقدر چیزی بزرگ بوده است، روی این سیاه این اهل قرآن بوده است، این شیطان بوده است. این اهل نماز نبوده است، شیطان بوده است. ان الصلاه کانت صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز صاحبش از فحشا و منکر باز می‌داره. وقتی که از فحشا و منکر بازش نداشت، روش سیاه، وای به حالش، بدبخته. بسیار بسیار احتیاطکار باشه در برای فرزنداتو. پیش هر خلف و ناخلف فرزندا را نگذاره، چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. آیا فرزندای شما یا زنده کننده های نام شما هستند؟ اینا دوام دهنده حیات شما هستند. بعد مردن عمل صالح اونا به شما میرسه، اجر ثوابش. بسیار احتیاطکار باشه.
بسیار بسیار احتیاطکار باشه. الحمدلله در نزد هر یک مسجد هست جاهای درس گفتن هست، اجازت نامه ها دارن بعضی قاری ها، کاغذ قطعی همش درست است، به همون مراجعت کنه. در تعطیل تابستانه البته که خوشو به حال پدری که کوشش میکنه که فرزندش یک علم بیاموزه، قرآن بخونه، قرآن خوان شوه، آیات جان بخش قرآنی را حفظ کنه، اما بسیار بسیار احتیاطکار باشه در انتخاب معلم. به همون کسای مراجعت کنه که اجازه دارن، اختیار دارن. بسیار بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا برای ما یک ضربه بسیار مدهش است که یک نفر نماینده دین اسلام، شخصی که با نام قاری خوانده می شود، دست به همین کار حرام بزنه، دست به لواطت زنه که خدای بزرگ پیغمبر محبوبش و امت اسلامی این لواطت حرام ترین کار میدونن، حتی از زنا بدترش میدونن. پس دعا میکنیم که خداوند جوانای ما را، جوانای مسلمان ما را، طفلکای ما را از این فتنه ها و از این معصیت ها در پناه امنش محفوظ بدارد. خداوند مساعدت کند که فعل و خلق مسلمانای صالح، مسلمانای قرون مشهود به خیر، مسلمانای عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تابعین و تابعین در ما اثر داشته باشد، موافق آن عمل کنیم و توسط اخلاق نیک حمیده، توسط رفتار و کردار، توسط دعوت های اسلامی، توسط خوشخلقی مردم دیگر را به سوی اسلام جلب سازیم. اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردد. ای خدای بزرگ، من در تعجب میمونم که چرا ما که پدر و جد اجداد ما مدتی بیش از 1000 سال شد مسلمان و مسلمان زاده اومده ایم، ناموس و غیرت مسلمانای امریکا را نداریم. والله در تعجب میمونم که چرا اون مسلمانای قدر محب اسلام هستند، اینقدر در ترغیب اسلام و در تشویق اسلام کوشش سعی میکنن، همیشه کوشش میکنن از دیگران تفاوت داشته باشند، چی در تازگی، چی در حسن خلق، چی در علم و عمل. اما ما و شما اینقدر پست هستیم، اینقدر بے پروا هستیم نسبت اسلام بزرگ خود، نسبت تقدیر فرزندای خود. پس پروردگار ننگ ناموس اسلامی قبل از همه به ما عطا فرما تا در اجراعات فرامین تو و فرامین پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم کوشا باشیم. آمین یا رب العالمین. هفت مکتوب اومده است طلب دعا میکنن، همه داخل شونده ها هستند، ابیتورینت ها هستند. دعا میکنن در حق شو که خداوند امتحانای قبول براشون سبک و آسان بگردوند تا اینکه همه طالب علم شوند، دانشجو گردند و صاحب معلومات شوند، کرسی و منصب های بلند اشغال کنند و توسط اعمال نیک صالحه شو اسلام عزیز در میان عملدارا ترغیب تشویق نمایند.